بسم الله الرحمن الرحیم. ما اسلام را میخواهیم که اسلام آزادی به ما بدهد، نه آزادی منهای اسلام. اونها استقلال منهای قرآن را میخواهند، ما قرآن را میخواهیم. ما اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند، تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، نمیخواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام، ما بیزار هستیم از این که بگن اسلام منهای روحانیت. اسلام منهای روحانیت خیانت است. میخوان اسلام را ببرند، اول روحانیت را میبرند. اول میگن اسلام را میخواهیم، روحانیت را نمیخواهیم. روحانیت استثناء بشد، اسلام در کار نی. اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است. بیدار باشید خانم ها، بیدار باشید آقایان، بیدار باشید. مسائل شخصی خودتون را کنار بگذارید، مسائل جزئی را کنار بگذارید، احتیاجات را کنار بگذارید. امروز وقت این نیست که من محتاج هستم، من چیز ندارم. امروز وقت این است که ما اسلام را تقویت کنیم. همه اقشار بیدار باشند، کارگرها بیدار باشند، دهقانها بیدار باشند، بازاریها بیدار باشند، دانشگاهیها بیدار باشند. تز اسلام منها روحانیت یعنی لا اسلام. درجه اولش این است، بعدم کتابهای روحانیت را به دریا بریزند. بیدار باشید. من توجه شما را به این خطر عظیم عطف می کنم. خطر بزرگ است. با صورتهای آزادی ما می خواهیم، دموکراتیک ما می خواهیم، استقلال می خواهیم. اسلام چی؟ منهای اسلام. در تمام حرفاشون اسلام در کار نی. اگر اسلام نبود شما حالا در زاغه ها بودید، شما در خارج کشور بودید. اگر در کشور بودید در زاغه ها زندگی می کردید، در بیغوله ها زندگی می کردید. نمی توانستید ظاهر